چشم روباه کور شد. این تیتریست که خبر از فروپاشی یکی دیگر از شبکه‌های عوامل BBC فارسی در ایران می‌دهد. اما چند ساعت پس از انتشار این خبر بلافاصله رئیس BBC فارسی اینگونه دستپاچه وارد استودیو می‌شود. من صریحاً میتونم بگم هیچ ارتباطی این افراد با BBC نداشتند. قبلا هم اینو گفتم. اما مستندات این گزارش راز دستپاچگی سبا را به باد خواهد. اینجا یک پارتی شبانه در دل لندن است. پارتی که میهمانان و میزبانانش کارکنان BBC فارسی هستند. اینجا در میان چهره‌های ناشناخته چهره‌هایی هستند که در مقابل دوربینی به غیر از این دوربین هم حاضر می‌شوند یا حداقل در پشت صحنه آن حضور فعال دارند. اینجا محفل بازیگردانان BBC فارسی هست، ولی BBC فارسی تنها نیست. هم صدای امریکا هست، هم شبکه‌ای به نام من و تو. مثلثی از 3 رأس. یک رأس آن فرهنگ را هدف قرار داده و بی‌بندوباری را ترویج می‌کند. شراب موش. رأس دیگر آن هم بدون نقاب مردم را هدف قرار می‌دهد که دشمنیش بیش از پیش مشهود است. سازگارا و نوریزاده و چالنگی و صدای آمریکا از لیگی دفاع کردند. اما رأس دیگر BBC فارسی است که علاوه بر پیشبرد 2 هدف قبلی، ژستی به اصطلاح بی‌طرف به خود می‌گیرد و به نوعی دیگر فعالیت می‌کند. اما از این محفل شبانه وارد اتاق دیگری در لندن می‌شویم، جایی که همان افراد حضور دارند اما قرار است برنامه ریزی‌هایی را هم انجام دهند. یه صحنه رو می‌ریزم واسه اینجا صحنه با کات برنامه‌هایی که اجرایش تا قلب تهران کشیده می‌شود، اگرچه ناکام. برای اجرایی شدن این تصمیمات رابطینی نیاز است. مثل این: من دوستانی دارم در BBC که شاغل هستم و با اینا در تماس بودم که من پیشنهاد شد برای کار تو BBC اقدام بکنم. 2 تا از اعضای کمپین استادیوم از من خواستن که با دوستانم در BBC تماس بگیرم که در واقع خبر این کارشون رو بتونن به اونا برسونن و در واقع من 2 تا عضو کمپین استادیوم رو به دوستانم در BBC معرفی کردم. اینها با BBC همکاری میکردن، منبعشون در ایران بودن یا هر چیزی دیگری کاملا بی اساسه. اما این رابطین از دوستان و آشنایان کارکنان BBC هستند تا خوانندگان زیرزمینی که برای مطرح شدن تن به هر کاری میدهند. مثل این مورد که خواننده زیرزمینی با سودای سفر به انگلیس تصمیم شود برگزار کننده محفل‌های ضد دینی و شیطان پرستی شود. گاهی هم برای جذب این رابطین در داخل کشور وعده هایی داده می شود که کمتر به آن عمل شده است. البته برای هدف قرار دادن باورها و فرهنگ‌های یک ملت هزینه ها بالاست. برای نمونه این سند نشان می‌دهد تهیه کننده برنامه‌ای به نام کوک حاضر است چه مبالغ هنگفتی را برای چند دقیقه خواندن یک خواننده لس آنجلسی از جیب BBC هزینه کند. من براتون پخش کنم، کیف کنیم. برای جذب و آموزش رابطین هم هزینه‌های زیادی می‌شود، مثل اردوهای آموزشی که در نزدیکترین کشورهای همین حوالی صورت می‌گیرد. اینجا ترکیه است و این هم کارگاه آموزشی عوامل داخلی BBC و این هم مربی کهنه‌کار و ناماشنای آنها. BBC آیا دوره آموزشی داره؟ به هیچ وجه. رزومه خواستن از ما و رزومه کاری فرستادیم برای اون دوره‌ای که قرار بود برگزار بشه. در این محفل هم چاشنی ابتذال جزو لاینفک برنامه است. اما وظایف این رابطین چه بود؟ تهیه گزارش‌های جعلی از مراکز حساس و وضعیت اجتماعی کشور نخستین اقدامی است که BBC فارسی از همکاران داخلیش طلب می‌کند. یکی از آشنایانی که اینجا توی مطبوعات میشناختم به من پیشنهاد کرد که خبرهای موسیقی و گزارش موسیقی یا مصاحبه موسیقی از کنسرت‌هایی که برگزار میشه و برنامه‌هایی که در ایران هست برای سایت BBC بفرستم. BBC هیچ کسی رو در ایران
باش همکاری نداره. قدم بعدی اجرایی کردن برخی از طرح‌های ضد فرهنگی مثل به راه انداختن مدلینگ به سبک‌های مبتذل غربی در یک واحد مسکونی از خیابان‌های تهران است که برگزار کننده‌اش همکار BBC فارسی دارد. اگرم باید در ایران با کسی زنگ بزنیم می‌خوایم باهاش مصاحبه بکنیم و پخش بکنیم، همین اینها بی اساسه. اما مطالبات BBC از رابطینش به همینجا ختم نمی شود و تهیه تصاویر و جمع‌آوری اطلاعات از مراکز مهم می شود یکی دیگر از مأموریت‌های آنها. برای نمونه در موردی از عامل BBC فارسی خواسته می شود تا از نقاط مهم و حساس سکوهای نفتی تصاویری تهیه شود که عامل مذکور ضمن ساخت کلیپ خوانندگی غیر مجاز تصاویری هم از نقاط حساس و ویژه برای BBC ارسال می کند، تصاویری که از پخش آنها منظوری. یا اینکه فرد دیگری مأموریت می‌یابد تا شماره تلفن‌های برخی شخصیت‌های سیاسی فرهنگی را پیدا کند و به بانک اطلاعاتی BBC فارسی ارسال و تزریق نماید. که اگه واقعا برای BBC کار میکردن لااقل من میدونستم و همچین چیزی بی اساسه، واقعا به هیچ وجه ارتباطی با BBC نداشتم. واقعا من نمیدونم معناش چیه چشون روباه.